روز 12 فوریه سال 2024 یک اتوبوس با بیش از 50 شهروند کلانسول تاجیکستان و 4 نوبالغ در اطراف شهر رودنی ولایت قوستانای در شمال قزاقستان در نزدیکی مرز با ولایت چلیابینسک روسیه از راه بیرون شده در نیم راه درمانده است. در این باره در صفحه‌اش در اینستاگرام با نشر عکس‌ها و ویدیو از جای حادثه حاکم رودنی ویکتور اینانینک خبر داد. در ویدیو و عکس‌های دیده می شود که اتوبوس در یک راه پربرف از حرکت مانده است. در این شب روز در رودنی سردی قهرتون اوکفرما بوده. روزانه حرارت هوا تا 15 درجه و شبانه تا 30 درجه سرد می شود. حاکم رودنی ویکتور اینانینک خبر داد که همه مهاجران تاجیک را به رودنی آورده در مرکز ذخیره های جوانان جای و با چای و خوراک گرم تامین کردند. ویکتور اینانینک به همه آنهایی که برای تأمین امنیت شهروندان در حالت وزنی زندگی قرار گرفته تلاش لازمی را به خرج دادند اظهار سپاس کرده است. قبلا خبر آمده بود که شب ششم به 7 فوریه سال 2024 یک اتوبوس با 68 مسافر از جمله 14 زن و 4 کودک همه شهروندان تاجیکستان در راه سفر از تاجیکستان به روسیه به علت برف و باران در نیم راه در نزدیکی دهه اوغجر در نویه خرامتو در ولایت اوختپه در شمال قزاقستان درماندند. مقامات قزاقستان در هفته‌های آخر الکی درباره چندین مورد در سردی در نیم راه درماندن مهاجران کاری از آسیای مرکزی در راه سفر به روسیه و یا بازگشت از آن کشور خبر می‌دهند. به سبب گران بودن نرخ چپتای هواپیما هزاران نفر از مهاجران مجبورند که با نقلیات زمینی به مهاجرت بروند و سپس با همین راه به وطن برگردند. سفر با اتوبوس برای آنها البته ارزانتر ولی خطرهای زیادی را مثل ویران شدن اتوبوس با هر بهانه از آنها پول کندن مقامات محلی در طول راه با خود به همراه دارد.